مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم در این مستند پرده از علم یک خانومی برداریم که با هوشش آنچنان قراردادی با فدراسیون فوتبال ایران بست که کرکوپر و پشم همه ریخت. خانومی که خیلی شیک و مجلسی با قرار دادن بندهایی در قرارداد مارک ویلموت، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، باعث شد که 6,449,000 یورو که معادل 170 میلیارد تومانه بره تو پاچه فدراسیون فوتبال ایران. خانم باهوشی که امروز راجبش صحبت میکنیم و از اون طرف در خصوص آقای تاج و سایر برابچ که دور هم دیگه بودن و قرارداد مارک ویلموت رو امضا کردن، که قرارداد مارک ویلموت رو هم میبینید که امضا کردن و بعد از اینکه آقای مارک ویلموت خیلی شیک و مجلسی از ایران رفت توی فیفا شکایت کرد و 6,449,000 یورو غرامت گرفت به خاطر بندی که در قراردادش بود. این بند شما میگید که جزء نقاط مثبت این قرارداد این بند خسارته. من میگم نوشته 3 ماه سالری اور سرتن فی، اور یعنی یا 3 ماه قرارداد، یعنی یا 3 ماه حقوق یا مبلغ مشخص. حالا این مبلغ مشخص رو کی تعیین میکنه؟ اور سنتر فی مال فقط حقوق سالری همش میشه همون 31 روز ماه. 3 ماه حقوق درست؟ نه، 31 روز 1 ماه میشه حقوق. آره که تو خسارتش 3 ماه دیگه. نه، 1 ماه حقوق. یعنی این فقط میتونه این حقوق رو از ما مطالبه بکنه. تمام. ولی اگر فاکتور جدیدی، اگر مطالبات جدیدی ارائه کرد میتونه. خب این الان این استنباط شماست، تفسیر شماست. حالا استنباط نه آقا من انگلیسی رو دارم میخونم، میگم خدمت شما اور یعنی یا اصلا شما پیش بینیتونه فقط بگید ما میبریم اینو یا میبازیم. شما مگه نمیگید این قرارداد خیلی فوق العاده است؟ آره فوق قرارداد خوبه. هنوزم میگید خوبه؟ با اور سرتن فی؟ بله قرارداد خوبه. دست برنده این قرارداده که این به نظر من چیز خیلی خوبیه. چه ایده کی بوده آقای تاج؟ حالا ایده هر چی بوده باشه. وزارت ورزش بوده؟ وزارت ورزش اصلا ایده من بوده. جیر داره 3 ماه. نه میخوام بدونم شما گذاشتین 3 ماهو؟ 3 ماه بده یا پرانتزش مهمه. بند مهمه کامل. چی جیر نداره. این بندی که در قرارداد آقای مارک ویلموت بود خیلی حاشیه ایجاد کرده بود و از اون طرف آقای مازیار ناظمی که قبلا مجری صدا و سیما بوده و به واسطه لابیگری و معروفیتش تونسته بود سمت رئیس رابطه عمومی فدراسیون فوتبال رو بگیره، یه توییت کرده بود و گفته بود برای ثبت در تاریخ بماند که در صورت فسخ قرارداد آقای ویلموت فقط 3 ماه حقوق بهش پرداخت میشه. این بزرگترین نقطه قوتیه که در قرارداد برانکو، کیروش و سایر افراد نبوده و دست فدراسیون فوتبال آقای تاج بالا. یعنی من یه چوسی اومد و گفت آقا یه قرارداد بستیم ما با آقای ویلموت که اصلا کرکوپر ریزونه، اما یه سری افراد پر ادعا همچون آقای تاج و سایر افرادی که تو باندشن و در فدراسیون فوتبال ایران گردن نمیگرفتن که آقا گند زدن توی فوتبال مملکت با این قراردادایی که بستن و این پول باید از جیب مردم بره. و جالبه که تا آخرین لحظه حکم فیفا رو هم پنهان می‌کردن که آقا این پول باید پرداخت بشه به آقای ویلموت به عنوان سرمربی تیم ملی ایران. قطعاً ذی‌نفعانی در این قرارداد وجود داره. قطعاً کسانی هستن پشت پرده که خیانت کردن به مملکت ما. اولین سرنخ مربوط به نوع قرارداد بود که باعث شد فیفا ما رو با این غرامت سنگین روبرو کنه. با مشورت وکلاش اور سرتن فی، یک کلمه رو که الان کلید پیروزی اونها هستش، در اون قرارداد گنجونده میشه. دومی رد پا در انتصاب وکلایی بود که قرار بود از حقوق ایران دفاع کنن، اما شخص لودویگ دلشاد کسیه که تمام پرونده‌های تراکتور رو با تبانی با طرف مقابل تراکتور رو بازنده کرده، از جمله کوین کنستانت. دومی وکیل مدعی که معتقد بود پیروز پرونده خواهیم بود اصلا پروانه وکالت نداشت. رضا شاه منصوری نیست اسمشون؟ قانونم نبوده. مسئولی که خب مراحل معتبر و کاملا سطح بالایی رو در حوزه حقوقی طی کردند، به عنوان مشاور حقوقی در پرونده فعالیت داشتم. حکم صادره فیفا رقمی برابر با 167 میلیارد تومان که معادل با بودجه 1 سال ورزش کشوره. غیر از بحث دستیارها، اون هزینه‌ای که ما در دادگاه کسب و دادگاه فیفا
هزینه خواهیم کرد هم به این مبلغ اضافه خواهد شد. وکلای آقای ویلموتس 44 صفحه لایحه نوشتن، از طرف ایران 22 صفحه لایحه نوشتن. عین این هست که شما میبینید که طرف یه پرونده‌ای داره با این قطر، بعد یه برگه میبرین میگین که این جواب ماست. و جالبه که وکلای فدراسیون میگن 4 روز فرصت داشتن که بتونن لایحه رو همین علامت سوال بزرگ. چرا 4 روز به اینا فرصت دادن؟ چرا مخفی شده بود؟ چرا حکم آقای ویلموتس رو می‌خواستن مخفی کنن؟ زنگ می‌زدن به رسانه‌ها اگر شما اینو منتشر کنین خلاف امنیت ملی. خلاف امنیت ملی شما هستین، قرارداد بستین. 6 میلیون دلار و یورو، حالا هر چیزی که هست، یورو باید از جیب این مردم بره به خاطر اشتباه شما. و الان دارم میگن که به آینده ما رو امیدوار میکنن کس قراره ولی این که حالا گفته میشه که باید از جیب خودشون بدن کسایی که این قرارداد بله، سازمان بازرسی ورود کرده، به همه اعضای هیئت رئیسه اعلام کرده شما باید لیست اموالتون رو بدین. این که قاضی چه تصمیم میگیره نه من میدونم نه شما، چون ایشون باید تصمیم بگیره. بازپرس اعلام کرده شما باید لیست همه اموالتون رو بدین. این قرارداد ملغایی از نگاه ماست و پولش پول باطلی بوده که از بیت المال نباید داده بشه. این آقایون 170 میلیارد تومان رو دارن بدن؟ قطعا دارن. حالا این فضایی که اینقدر تلخ آدم هیچی نمیتونه بگه. حالا اون بندی که توی قرارداد آقای ویلموتس بود که دوستانم خیلی بهش اشاره میکردن که بند خیلی خوبیه، باعث میشه که تنها 3 ماه پول به آقای ویلموتس پرداخت بشه نه بیشتر، رو خانم کاترین لامبیتس، حالا اگر اسم ایشون رو من درست گفته باشم خانم کاترین بگیم، حالا فامیلیشون سخت هستش. خانم کاترین همسر آقای ویلموتس هستن که مدیر برنامه‌ها و وکیل ایشون هم هستن که بسیار آدم باهوشیه و ایشون تونسته با قراردادی که تنظیم کرده برای همسر خودش آقای ویلموتس آنچنان فدراسیون فوتبال رو دست خودش بگردونه و یک سری آدم‌های بی‌سواد پرمدعایی که در فدراسیون فوتبال ایران بودن و دور بزنی که کرکوپر همه ریخته. و این بند قرارداد عجیب و پیچیده رو که به خاطر همین بند قرارداد آقای ویلموتس تونسته کل مبلغ قرارداد خودش یعنی 6 میلیون و 449 هزار یورو که ناقابل 170 میلیارد تومانه بگیره، باعث شده که آقای تاج بگه که من فکر نمی‌کردم که اینها بتونن کل قرارداد رو پس بگیرن. یعنی توی فضای معنوی خودشون به سر میبرن. خودم شبی که رئیس صادر شد اصلا باور نمی‌کنید به همه چی فکر می‌کردم الا اینکه بیاد همه قرارداد رو ببین. ما الان باید وکیلی بگیم، ما اصلا اینا رو باید بریم نشون بدیم. ببینید نامه برگشت ویلموتس به خود وکیل ویلموتس، این نامه رسمی، این نامه انگلیسی بدید 10 جا نوشتیم که آقا ما ایشون رو میخوایم بعد بازی با عراق، چون آقای بیگلری به ما گفت اگه این نامه رو نویسید محکومید. حالا من نمیخوام اسم ایشون هم زیاد بیارم چون بالاخره رئیس استیناف AFC این مصاحبه های ایرادش اینه که بالاخره ما همینجور خودمون بر علیه خودمون همینجور حرف میزنیم ولی ایشون ما نامه زدم که آقا ایشون بیاد، ما ایشون را یک تحرکاتی از اون سم داشتن. بله، یک نفر به اینا نیامد اشاره کنه. این بندی که خانم کاترین توی قرارداد انجام داده و گذاشته که ایشون دانش آموخته رشته حقوق هستن از دانشگاه گنت بلژیک که مدیر برنامه آقای ویلموتس هستن، تسلط ویژه‌ای به حقوق مدنی و سیاسی داره که همواره تو طول سالهای گذشته با خیلی از افراد سیاسی توی بلژیک هم دوست بوده. متخصص قراردادهای خارق‌العاده است در بلژیک، یعنی اون کسایی که توی بلژیک زندگی میکنن میگن که قراردادهای خارق‌العاده رو بعد بدن همسر آقای ویلموتس یعنی خانم کاترین ببنده. انقدر تونسته قراردادهای خوبی رو ببنده که همیشه هم توی دادگاه‌ها جواب گرفته و وظایف حقوقی 4 تا از نمایندگان مجلس بلژیک رو هم به خانم کاترین سپردن. انقدر این آدم باهوش هستش و توی لیست مشاوران حقوقی پارلمان اروپا هم هست و در لیست جزء افراد بالا رتبه و کسانی هستش که توی حقوقدان بلژیک جزء نفرات اوله. ولی یعنی یه تحقیقی نکردن که آقا این آقای ویلموتس که اومده قرارداد بسته کی وکیلشه.
و همینجوری گتری گفتن حالا دوره همین دیگه با سلام و صلوات میریم جلو کی به کیه. بعد از اون طرف آقای تاج گردن نمیگیره این مبلغ قرارداد رو. این کشور تصمیمای بد گرفته شده که مضراتش خیلی بیشتر از این بوده. رفتن اون وزیر و وکیل و نمیدونم اون چیزا بگیرن بگن آقا تو باید این پولایی که بابت این تصمیمات گرفتی، حالا من چه نمیخوام اشاره کنم چقدر ارز مثلا 4200 رفته، هیچیش هم معلومه. اونا بیام آقا باید خودت بیا اینا رو بدی چون تصمیم گرفتی بدی. از اون طرف گفتم دیگه اعلام هم شده که امثال آقای تاج بعد وردارن و این پول رو از جیب خودشون بدن. اون 8 نفری که توی قرارداد هستن و تصویرشون هم میبینید، حالا باید این افراد اون 170 میلیارد تومان بدن. و این خانم کاترین ببینید چه آدم باهوشیه که بعد از خداحافظی آقای ویلموتس از دنیای فوتبال سال 2003 هم تشویق میکنه که آقای ویلموتس رو بره توی مجلس بلژیک و جالبه که وارد مجلس پارلمانی بلژیک هم آقای ویلموتس میشه اما آنچنان هم موفق نمیشه. و حتی در قراردادی که خانم کاترین یعنی همسر آقای ویلموتس براش تنظیم کرده بود موقعی که سرمربی تیم فوتبال سال آج بوده، بعد از اینکه می‌خواسته جدا بشه یه عده فکر می‌کردن که قرارداد $600,000، یه عده فکر می‌کردن $85,000. اما قرارداد به قدری حرفه‌ای تنظیم شده بود که آقای ویلموتس $2 میلیون از ساحل آج پول میگیره. حالا با همچین آدمی فدراسیون فوتبال امثال آقای تاج می‌خواستن برن قرارداد ببندن که آقای تاج هم هر جا میشینه میگه که حالا بقیه کی پولو داده کی گرفته، اونی که مثلا ارز 4200 داده کی داده، ما هم نمیدیم. یعنی گردن هم نمیگیره قرارداد رو. هم تبعات حقوقی داره این قرارداد برای ما، هم زیان مالی و هم خسران معنوی. من اول بحث خسران معنوی رو یکی دو تا آیتم خدمتتون عرض میکنم از دل این قرارداد. بند 4 از ماده 3 این قرارداد میگه که سرمربی میتواند هر کفشی را با سلیقه خود با توجه به راحتی پا و بدون نیاز به مجوز فدراسیون انتخاب نماید. این قرارداد آقای ویلموتس. سوال من اینه که آیا کتونی آقای مارک ویلموتس اونقدر مهمه که به عنوان یک ماده در یک سند مهم ذکر بشه؟ خواهشم اینه مواظب ما گفتمانمون باشیم با توجه به اینکه تمام این برنامه‌های ما چه در بخش رادار اسپورت و چه در خود فیفا اینها رصد میشه. همین دیروز صبح از فیفا تماس گرفتن که آقا در یکی از برنامه‌های تلویزیونی شما یک کسی از مقامات مسئول غیر فوتبالی گفته که همه اعضای هیئت رئیسه باید تحت الحفظ باشن، ممنوع الخروج باشن، اموالشون نمیدونم توقیف بشه. صراحتا سوال کردن که در طول 10 سال گذشته یه رقمی هم دادن، مثلا 100 خورده میلیون دلاری که شما درآمد داشتید، این درآمد رماده در اختیار اعضای هیئت رئیسه بود، شماها بردید. سری پولای مملکت اینا برمی‌دارن به تاراج می‌برن، هیچ کسی هم جلوشون نمیگیره. فکر کردن این قراردادها مثل هموناست. از طرف همین آقای تاجی که یک زمان یک معلم ساده بوده، یک دونه زمین رو با رانت و لابی خرید و فروش میکنه به اسم بچه‌ش و همسرش. زمین 7 میلیاردی رو میکنه 45 میلیارد تومان، بعدش 95 میلیارد تومان به شهرداری میفروشه. همین آقای تاج یعنی از کجا پول آورده که 95 میلیارد تومان یکی از زمیناشو فروخته؟ البته 2 تا زمین بفروشه 170 میلیارد میشه. قرارداد ویلموتس رو میدن. الان آقای تاج ایشون یه معلم ساده بوده، معلم پرورشی بوده، چی بوده؟ خوب پیشرفت کرده. یه پرونده ای الان هست زمین مترو مصلا، مترو مصلا یه زمین بغلش نزدیک 1000 متر. این چیزی که ما فهمیدیم، جلسات خصوصیشون فهمیدیم، مثل اینکه زمینی که گرفتن حدود 6-7 میلیارد گرفتن این زمینو. اونا از شهرداری گرفتن؟ نه، از یه بنده خدایی گرفتن. فروختن به شهرداری به شرکت مترو. قیمتی که کارشناسی روز بود حدوداً 45 میلیارد بود. میتونستن اگه میخواست به شهرداری بفروشه 90 میلیارد فروخته. بعد به نام پسرش و خانومشه. یه آدم چجوری میتونه از یه معلم ساده تو مدرسه برسه به یه همچین چیزی که فقط یکی از زمینایی که به شهرداری میفروشه 90 میلیارد؟ بله، توجه کردین شما آقای تاج بودن. یعنی یه قلم پولی بوده که توی اون مملکتی که میلیارد ثروت داره جابجا میشه. و یک سری از افراد هم
دیدید دیگه توی ایران گردن نمیگیرن این قرارداد رو. یعنی موقعی که آقای ویلموتس می‌خواست بیاد بیرون، موقعی که می‌خواستن قرارداد ببندن، همه دورش بودن عکس یادگاری. الان که میگن آقا این 6 میلیون و 449 هزار یورو رو بعد بدید چون این قرارداد ناقصی و قرارداد عاقلانه‌ای نبوده، هیچکی گردن نمیگیره. مقصران احتمالی توان پرداخت 200 میلیارد تومان رو دارن، مبلغ کمی نیست. برآوردی که از اموالشون هست اینی که دارن. یک نفر خاص یا چند نفر؟ چون عدد و رقم قرارداد که فقط 6 میلیون یورو نیست. 200 الان غرامته. 2.5 میلیون هزینه ایشون و دستیاراشون شده، به اضافه 6,200 8,700. اگر غرامت دستیارانشون بیاد که معلوم نیست چه عدد و رقمی در واقع برای اون که اون عدد اضافه میشه. ما اگر پروندهمون داره بره به کس، ما برای کس هزینه دادرسی، داوران، حتی داوران طرفین، یعنی حتی هزینه داور از طرف ویلموتس هم ما باید بپردازیم، به اضافه 5% سود تأخیر تادیه. برآورده که اگر خیلی سریع طی بشه 9 ماه تا حد اکثر 1 سال، خود این روند با جریمه هاشون بین 700,000 یورو تا 1 میلیون یورو به تناسب، اگر نتوانند موفق بشن. ما البته آرزو میکنیم که موفق بشن. خب این عددها همه جمع میشه. ما در واقع این رو به عنوان یک عدد، در واقع این عدد هنوز جمع نهاییش معلوم نیست، چون باید 2 تا مؤلفه دیگه تعیین بشه. یه مؤلفه غرامت دستیاران، یک مؤلف هم این که ما در کس آیا برنده میشویم یا نمیشویم یا چه عددی. ما اصلا به عدد این 6,200 غرامت و اون کار نداریم. ما از اولم راجع به اصل قرارداد، راجع به همین 2.5 میلیون هم حرف داشتیم. یعنی شما از 2.5 میلیون یورو اولیه که پرداخت شده است. و جالبه که آقای ویلموتس در این متنی که از رأی فیفا کاملا معلومه، ایشون پذیرفته که حقوقش رو گرفته، چون مطالبه حقوق دستمزد نکرده، ایشون مطالبه غرامت کرده. ضمن این که در واقع ایشون فراتر از عدد همون حقوق قراردادی هم گرفته. ضمن این که حالا اصلا این عدد و رقم قراردادی معلوم نیست. ضمن این که فدراسیونی که منابع پولیش کاملا مشخص نیست، چطور میتوانسته قراردادی ببنده بدون اینکه منبعش موجود باشه. استناد میکنن به فیفا. اولا این منبع فیفا راجع به عدد و رقمی که درش در موجودی حساب کلی حرفه که حالا ما داریم یه تحقیقاتی انجام میدیم، اون عدد و رقم واقعی موجودی حسابشون در فیفا رو هم اعلام میکنه. بخاطر اینکه همه با رانت و لابی وزیر و معاون وزیر و نماینده مجلس اومدن بالا، فردا همینجوری جمع میکنن قضیه رو میذارن کنار و بهتره که برای قرارداد بعدی تحقیقی راجع به افراد بکنن که بعدش نه بگن که بندی تاریخی برای ثبت در تاریخ و فلان. بابا هزار نمیشه، شما خودت با رانت رفتی اونجا نشستی بعد به بقیه ایراد میگیری. چی بگم؟ در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر تونستید ویدیو رو به اشتراک بذارید که چه آدم‌های بی‌سوادی رأس فدراسیون فوتبال ایران میشینن. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.